که میابی خواهری برادر عزیز، بابایشان در حق من ما دعای خیر کنید، آنچه آرزو امید دنیا و دنیوی داریم به ما خداوند برآورده گرداند. من مدت 6 سال عائله دارم، تا حال فرزندان نشدم و این چنین همسرم بیمار است. در حق ما دعا کنید که خداوند به ما فرزند نصیب کند. خداوند برادر عزیز، برای این خواهر و برای این دادر خداوند تو قادر فرزندای صالح و فرزندایی که روشنایی چشم اینها باشند نصیبشان کنید، خرسند و با خوشبخت شود. بابا جان، آیا انسان در بدنش هر گونه قسمهای گرگ را کشال کند و خصوصا ناخن و موضعش را آویزان کند درست است یا نه؟ چی فایده است که من همون ناخن خیرس آوازه کرده چی فایده است؟ باید تو یاردم نکند یا ناخنی گرگ یا ولی با بعضی میگن که چی پوستومی گرگ اگر باشه اما تو رو دوست می‌داره، روش سیاه کرده است. اگر همون گرگ پوستومش سبب دوستی باشه آدم ها گرگ دوست می‌دارن، یک از گرگ دوست نمی‌داره. اینا همش خرافات هم چند. شما اینا رو باور نکنید، نه به ناخنی گرگ، نه به ناخنی خیرس، نه به پوستومش، گوجه هیچ جاش باور نکنید. شما تکیه به خدا کنید. خدا هست که شما رو محافظت میکنه، خدا هست که شما رو کاراتان رواج میتیه، خدا هست که محبت شما رو در دل آدم ها بیدار میکنه. فقط از خدا دانه بشم. این گرگ خدا زده است چی نمیبیو، خدا تان حیف هم نکنه و خدا تان حیف نکنه. خب بابا جان پدرم بیمار است، در حقش دعای خیر کنید، کنم کفایت میکنه. بابا جان، من یک زنی تنها 15 سال شد که از شوهرم جدا هستم به سبب بررسی رفتنش و برنگشتنش. یک پسر دارم، نمازخوان است، کتابخوان است. نسبت شوهر کردنم ضد است. شما به من چی گفتنی دارید؟ خواهر عزیز، اگر شما در این نزدیکی ها باشید نزد من بیایید، من جواب شما رو خودم برو پرو بگم. از من شرم ندارید، من از هیچ که شرم نمیدارم و شما هم از من شرم ندارید. من شما به مشورت میکنم، اما این چیزی صحبتی رادیویی نیست. بابا جان، من در خانواده امان گپمان گریخت و به برادرم در همان وقتی با غضب به سوی مادرم گفتم اگر من به خانه تان بیایم زنم به من 3 طلاق. از من 1 سال میگذرد که من به خانه مادرم نمیروم، نه خودم نه همسرم. بابا جان، من سال 2005 خانه‌دار شدم و از روی نادانی همسرم خط پوشانیده بود، لیکن مادرم بیمار سخت است، مرا چند بار سلام میکند. من پیش مادرم روم یا نه؟ نماز عصر اینجا باشی پیش من بیام، من به تو راه حل اینه میتیم برای که زن 3 طلاق نشود. اولش که بازم میگن 100 مماطل کردی، برای همه غضبی کردی، تو برای طلاق کردی. خوب اکنون که نرفتی حالم خیر است، انشاءالله پیش من بیام، من به تو راه حل نشان میتیم تا که زن طلاق نشود. خط پوشاندی خودم توبه کنه، زن تن توبه کنه، روی هر دستیاش نگه. بابا جان، در حق محمد عزیز و محمد شریف، محمد رسول و اکبر جان که در مسافرت هستند دعای بازگشتی باشد. خداوند همه دادرای ما را که در مسافرت ها هستند، چه این دادرای عزیز و چه دیگر مخلصای ما و چه شما عزیزانی که باز شدیدن وقتی بازگشتان شروع شده ایستاده است، چون پرنده های بهاری باز رفته ایستاده اید. خداوند همتان سلامت دارد، در مسافرت ها رزقاتان فراخ کند. خداوند همین ها را من به تو امانت می سپارم. تو ذاتی هستی که امانت خیانت نمی کنی. بعد از انجام سفر بارد دست پر با رزق فراخ سالم به خاندانشان بازگردان. یه روز دادر برای من التماس کرد که برادرم در حبسخانه است و امید دارم که 4-5 سالش رفته است در این استقلالیت که آزادی ها را رئیس جمهور وعده کرده است برای حقش دعا کنه. خداوند این دادر عزیزم خاری محمد که برادراش براش التماس دعا دارند راه نجات شه، آزاد شدن شه از محبس، خداوند براش آسان گردان.
در حق خورشید هم دعا کنید، یک ماه هست که در محبس می باشد و در حق فروخ دادریم هم دعا کنید خداوند اونها را از محبس که به سبب تهمت مبتلا شدن خداوند آن نجات شد که با نزد خاندانشان سالم بر امسال یک مادر پیش من آمد از این محله خمان، پسرش در روسیه که کار میکرده است با کار زدیان مجروح کردیان، حالا در بیمارخانه روح و از بین است. برای بچم دعا کنید خداوند دعا کنید جوان شفای کامل که دو چشم پدر و مادرش با سلامت بازگشته میمو خرسند گردن خدای دیگر جوانان را سلامت دار که به این بلاها مبتلا نشوند. آمین. الحمد لله الذي شرف يوم الجمعة على سائر الأيام وأعلى ورفع قدره إلى مراتب الكمال وأقصى وخصه بساعة يجاب فيه ما دعا وينال العبد سؤله ومبتغاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رافع السماوات العلى وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين هم أهل الهدى والتقى وعلى الإمامين الهمامين هما سيدا شبان أهل الجنة في الجنة أبو محمد الحسن وأبو عبد الله الحسين. أيها الناس عليكم بتقوى الله فإن أكرمكم عند الله أتقاكم. كم من عزيز يساق إلى الجحيم وكم من ذليل يساق إلى النعيم وكم من سيد يساق إلى النار وكم من عبيد يساق إلى الجنان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. بارك الله لنا ولكم
لكم ما في القرآن ونفعنا وإياكم بما فيه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. آمين آمين يا رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقيموا الصلاة. آماده به نماز شوید. عاشقان مدرسه محمدی صفحاتان راست کنید، جایهای خالی را پر کنید، کتفاتان و یکدیگر چسبانید، پاهاتان نزدیک کنید. خداوند دوست می‌دارد وقتی که شما صفتان مثل صف ملائکه ها در پیشگاهی پروردگاری با عظمتش باشد. بعد از نماز خواهش میکنم بیرون جنازه در انتظار ما و شماست. متصل که سلام داده سنتاتان بیرون برای صف گیرید، نماز جنازه را خوانیم. رسول اکرم میگه کسی جنازه برادر مسلمان شخانه خداوند براش یک قیرات ثواب میتیه. پرسیدن قیرات چیست؟ مثل کوه احد وزن دارد. خدا زمین وعده و ثواب همین ما و شما رو برسید.